مردی با نیمتنه برهنه و قمه‌ای در دست جلوی دوربین میسته. چند ثانیه مکث میکنه. آرامش عجیب و ترسناکی در صورتش پیداست. انگار آماده انجام یک کار مهمه. چند لحظه بعد مثل دیوونه ها به طرف مقابلش حمله برده و بر سر اون خراب میشه و این شروع انتقام سخت این گندلات از دشمنیه که گیرش افتاده. دشمنی که به این راحتی ها از زیر دست و پاهای اون بیرون نمیره و در این بین فقط یک نفر باید زنده بمونه. این تمام زندگی عباس عیدیه. گندلاتی که به هیچ کس رحم نمی کرد و هر کی زیر دستش می افتاد اونو نیش می زد و زهر خودشو به اون می ریخت و برای همین تا مدتها از اون به عنوان گندلات دیوونه و کینه شتری نام برده می شد. به 8 سال پیش برمیگردیم، سال 1396. اون زمان انتشار یه ویدیوی عجیب و غریب از چند گندلات تهرانی جنجال عجیبی در رسانه ها و افکار عمومی به پا کرد. ویدیو مربوط به درگیری 2 گندلات بود. درگیری خونین و وحشتناکی که در اون یکی از گندلات دیگر رو تیکه و پاره میکنه و تا سرحد مرگ اونو کتک میزنه. بعد از انتشار این ویدیو پلیس به ماجرا حساس شده و به 24 ساعت نکشید که گندلات‌های داخل ویدیو شناسایی شدن. 2 گندلات داخل ویدیو عباس عیدی و وحید سگی بودن. در این بین عباس گندلات اصلی و وحید نوچه و آدم عباس بود. اما چرا عباس این بلا رو سر نوچه خودش آورده بود؟ ظاهراً عباس از اون دست گندلاتای مخوف و ترسناکی بود که حتی به نوچه ها و زیر دستای خودش هم رحم نمی کرد و تا وقتی که عباس به اونا رخصت نمیداد، نوچه ها و آدماش اجازه انجام هیچ کاری حتی آب خوردن رو هم نداشتن. در این بین وحید سگی از قوانین گندلات بزن بهادر و رئیس خودش تخطی میکنه و خبر به گوش عباس میرسه. عباس که اباحت و اقتداری برای خودش به دست آورده بود و تو این چند سال کسی جرأت نداشت به اون بگه بالای چشمت ابروه، کفری شده و خون به مغزش نمیرسه و بلافاصله قمه‌ای 1 متری برداشته و به سراغ وحید میره. عباس وحیدو خفت کرده و بر سر اون خراب میشه و تا میتونه مثل سگ اونو کتک میزنه و تمام بدنشو با چاقو و قمه سوراخ و تکه تکه میکنه. دوستان وحید هر طور که شده جنازه آش و لاش وحیدو از زیر دست عباس بیرون میارن و عباس که هنوز دلش خنک نشده فیلم کتک زدن و خراب شدن روی سر وحیدو منتشر میکنه تا درس عبرتی برای گندلات‌های دیگه و همچنین نوچه هاش باشه. بعد از این ماجراها پرونده عباس در اداره پلیس باز میشه و خیلی زود کارآگاهان پلیس میفهمن که عباس از اشرار سطح 1 و از گندلات‌های تحت تعقیبه که بارها از دست اونا فرار کرده و با این فیلمی که منتشر میکنه در بلک لیست پلیس قرار گرفته و یه تیم ویژه مأمور دستگیری عباس میشن. خیلی زود نوچه های عباس شناسایی شده و مخفیگاه عباس لو میره و چند تیم ویژه پلیس بر سر عباس خراب شده و اونو کت بسته و با پذیرایی کامل به کلانتری برده و مورد بازجویی قرار میدن. در این بین چند نفر از نوچه های عباس هم دستگیر و اونا هم مورد بازجویی قرار میگیرن. اعترافات عباس و نوچه هاش در بازجویی ها شوکه کننده بود و ابعاد وحشتناکی از کثافتکاری ها و جنایت های عباس برای پلیسا آشکار میشه. در بازجویی ها معلوم میشه عباس یک که بزن منطقه یافت‌آباد بود و اونجا رو به ملک شخصی و امپراتوری خودش تبدیل کرده و هر کثافتکاری و خلافی که دلش میخواست اونجا انجام میداد. تحقیقات محلی پلیسا از ساکنان یافت‌آباد گفته های نوچه های عباس رو تایید میکرد و معلوم شد که ماهاست عباس یافت‌آباد رو به لجنگ کشیده بود و کسی هم جرأت قدم کردن مقابل این گندلات وحشی و ترسناک نداشت. عباس برای اینکه خودشو پادشاه و سلطان بلا منازع یافت‌آباد نشون بده
به جان شهروندان بیگناه افتاده بود و به عمد خودروهای اونا رو تخریب میکرد و کمتر خودروی اونجا باقی مونده بود که عباس و نوچه هاش زهر خودشونو به اونا نریخته باشن. عباس عشق دعوا و کتککاری بود و هر روز خیابونای یه محله رو میبست و به قول خودش با بچه پروهای اونجا سرشاخ میشد و کار به قمه و قمه کشی و خون ریختن کشیده میشه. اما عباس آدم کثیف و حال به همزنی هم بود و فقط به دعوا و درگیری و قمه کشی اکتفا نمی کرد و خیلی وقتا حرکات نامتعارف و عجیب و غریبی انجام میداد و به لخت کردن و حد که حرمت حریفانش می پرداخت و اونقدر پررو بود که فیلمای اونا رو هم در اینترنت منتشر می کرد تا اقتدار و لات بودنش رو به رخ همه بکشه. در این بین عباس به آدما و نوچه های خودش هم رحم نمی کرد و هر بلایی که دلش میخواست سر اونا می آورد. عباس که فکر میکرد اینا غلام حلقه به گوش و برده اون هستن، اونا رو کتک میزد، فوش ناموسی به اونا میداد، اونا رو لخت میکرد و فیلمای غیر اخلاقی از اونا میگرفت و نوچه هاشو به مرز تحقیر، هتک حرمت و بی‌آبرویی میکشوند و اگه کسی هم اعتراض میکرد فیلمشون رو داخل اینترنت منتشر میکرد و با مشت و لگد به جونشون میافتاد. و با همین کارا بود که عباس همه رو ترسونده بود و کسی جرأت حرف زدن جلوی اونو نداشت. ماجرا جایی دردآور میشه که بدونید بیشتر نوچه های عباس پسرای کم سن و سال و نوجوان بودن، پسرایی که اشغالاتی بودن و دوست داشتن نامی برای خودشون در دنیای گندلات و اشرار داشته باشن و کارشون رو از نوچه بودن شروع کرده بودن و در این بین گرفتار عباس شده بودن. گندلاتی که هر بلایی که دوست داشت سر اونا می آورد، از فوش ناموسی تا بد و بیرا و کتک زدن، از لخت کردن و هتک حرمت تا انتشار فیلمای اونا و لکه‌دار کردن عفت عمومی و این تمام زندگی عباس گندلات معروف و مخوف یافت‌آباد بود. عباس بعد از بازجویی و اعترافات نوچه‌هاش به زندان انداخته شد و چند سال پشت میله‌های زندان گذروند. اما خبرها نشون میده که عباس چند وقتیه که از زندان آزاد شده و دوباره به آغوش جامعه برگشته و شرارت و گندلات بازیاشو از سر گرفته و این تازه شروع ماجراست. شروع ماجرا برای گندلاتی که هر شرارت و جنایتی که دوست داره در جامعه انجام میده و پلیس هم تنها کاری که میتونه انجام بده گرفتن و انداختن اون به زندانه. اما زندان انگار زنگ تفریح و یه مسافرت برای این گندلات هاست، چرا که به محض آزادی روز از نو و روزی از نو و دوباره گندلات بازی و شرارتاشون رو شروع میکنن و این بار با این پیشینه که حالا زندانم رفتن و هیچ ترسی از قانون و پلیس هم ندارن، بازگشتی شکوهمند و پرقدرت به دنیای شرارت و خلاف و بیقانونی دارن و در این بین انگار این ماجرا هیچ پایانی نداره و هر روز باید منتظر ظهور گندلات‌هایی مثل عباس باشیم که هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن و هر بلایی که دوست دارن بر سر فرزندان ایران بیارن و همه فقط نظاره‌گر نابودی یک نسل از نوجوان‌ها و جوان‌های بیگناه ایران باشن.